اینو بذار تو گوشت، صدای اطراف غیب میشه. به دنیای تکنولوژی با سعید خوش اومدید. اول از همه سابسکرایب، لایک و زنگوله رو فشار بدین تا بریم برای آنباکس امروز. در جریان آنباکس بعدی هم باشید. یه چیز جدید براتون آوردم، میان رده بازاره، استارت خیلی خوبی داره، ANC و ENC داره، صدای تو رو که شفاف میده، هیچ صدای اونم شفاف میده. میتونی واسه ویدیو و گیم هم ازش استفاده کنی. موزیک خیلی اوکی هم داره، زمانی که تو گوشت صدای اطراف کلا منحل میشه و یه استفاده رو به روال روزانه کاملی هم داشته. بریم برات آنباکسش کنیم ببینیم چند چه چیزایی داره و اصلا مهمتر بلوتوث نسخه 54 داره که معمولا تو میان رده های بازار همچین چیزی پیدا نمیشه. یه باکس شیک بازش کنم براتون. معمولا دفترچه هست و گوشی هست و کابل شارژ. یه قسمت قشنگی هم که داره اینه که هم میتونی با iOS کانکتش کنی هم اندروید. یعنی چطوره یه دونه میان رده بازار باشه هم iOS هم اندروید؟ مگه داریم؟ مگه میشه؟ خب جاگذاری قشنگ دفترچه ته جعبه میذاریم سر جاش. ما دفترچه رو کار نداریم، میریم سر کار خودمون. نرمکی های گوشی مربوط هر قسمت لایو گوشتون اذیت نکنه. شارژرش و اصل ماجرا. میریم سمت یه کنسول زیبا، یه چیز فوق‌العاده با بدنه تقریبا میشه گفت شبیه به چرب مصنوعیه، یعنی یه حالت خیلی خوبی تو دستتون داره. دو گوشی کامل. این چیزیه که نویز اطرافو میبنده. من فکرشو نمی کردم اگه از این بخوام استفاده کنم و تماس تلفنی بخوام داشته باشم، صدای اطراف من هست، صدای اطراف طرف مقابل من هست و بتونم صدای دستایی داشته باشم انگار با شخص طرف پشت گوشی دارم رو در رو صحبت میکنم. همچین امکاناتی رو بخواد یه همچین ایرپاد میان رده‌ای بده، به نظر من یه چیز فوق‌العاده است. خب میریم برای تستش روی گوشی اندروید. شما هم میتونید رو iOS هم تست کنید. گوش راست متصل میشه، شارژ باتری که مشخص میکنه، موزیکش رو پلی کنم، میزان صدای موزیک هم براتون تست بگیرم. خب یه نکته خیلی شیک و مجلسی داره، زمانی که از گوشت خارج میشه خودکار آهنگ قطع میشه و زمانی که دوباره توی گوشت میذاری پلی میشه و این یه چیز نوآوری جدیده به نظر من. و از همه مهمتر 6 تا میکروفون داره، با صدای رسا میتونی صحبت رو انجام بدی. 42 دیسیبل، نویز کنسلینگ سمت روبرو داره و یه چیز فوق‌العاده‌ایه به نظر من تو میان رده بازار و این قسمت آخرش یه چیز فوق‌العاده‌ای بود که من خیلی خوشم اومد. یعنی شما زمانی که ایرپادتو از تو گوشت خارج میکنی به صورت خودکار موزیک هم قطع میشه و از هم مهمتر بابت تاچی که روی خود ایرپاد داره هم موزیک رو قطع و وصل میکنی، نیازی دیگه این نداری که گوشی رو از جیبت یا از جایگاه خارج کنی. هم میتونی زمانی که تماسی حاصل میشه با شما تماس هم قطع و وصل کنی. به نظر من تو رنج میان رده بازار جوابگوی خیلی خوبی میتونه بگیره و رقابت خیلی قوی رو میتونه داشته باشه بابت نویز کنسلینگ فوق‌العاده‌اش. امیدوارم از این آنباکس لذت برده باشین. تا یه آنباکس دیگه و یه گجت دیگه، سابسکرایب، لایک و زنگوله رو فشار بدین، با ما همراه باشین. تا درودی دیگر، بدرود. یه دکمه مخفی داره. میتونی به من بگی دکمه مخفی چیه؟ جوابو تو کامنت ها میخوام ببینم.